برادر عزیزم در دینتون صبور باشید. صبر کنید. بدون صبر عقیده داشتن، دین داشتن ناممکن است. چخیلی که الله سبحانه و تعالی به پیامبر گفت فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر بکن چگونه که اولو العزم از همه پیامبران بزرگ صبر کردن. نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم. همه این علمای بگم همه این انبیاء رسول بزرگترین به صبر دینشون نگاه داشتند و به دین وفات کردند. صبر بکنید. بدون صبر دیگر راهی نیست. صبر جمیل. برای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. با صبر کردن و یقین داشتن در عقیدت. یقین میکنی در عقیدت و همه به صبر کردن میستی، همه شبهات این کار میکنی، به علم میستی، درجه امامت، درجه بالاترین انسانیت امام اهل توحید میشوی. کسی نبوش.